بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، إنك بعوني الله سبحانه وتعالى ما درس خود را دوام دهم از رسالة 70 مسألة مهمة في الصيام، يعني 70 مسألة مهم آيد روزة از آن الشيخ عبد الله بن محمد بن حسين بن محمد النجمي، الله سبحانه وتعالى أن محافظت کند با تقديم وتعليقات الشيخ علامة أحمد بن يحيى النجمي، الله سبحانه وتعالى أن رحمت کند. موضوع درس امروزی ما با عون الله تعالی آغاز می‌یابد از مسئله 46 فرموده است که المسألة السادسة والعشرون ما حكم أكل ما لا يتغذى به كالطين والورق ونحوهما، يعني مسئله 46 چی حکم دارد که چی حکم است خوردن آن چیزهایی که به او غذا گرفته نمی شود، مانند لای و برگ و مانند اینها. قال ابن قدامة والنووي أكل ما يتغذى به مفطر بالكتاب والسنة والإجماع، وكذلك أكل ما لا يتغذى به مفطر. يعني ابن قدامة والنووي فرمودند که خوردن آنچه را که به او غذا گرفته می شود روزه را ویران می کند، یعنی که روزه اش را خوردگی می شود در اساس کتاب و سنت و اجماع، و همچنین خوردن آنچه را که غذا هم نمی شود مفطر است، یعنی که روزه را ویران می کند، روزه خور حسابیده می شود کسی خورد. قال ابن قدامة والنووي هو قول عامة أهل العلم من السلف والخلف. ابن قدامة و نووی گفتند که این سخن عموم اهل علم از گذشتگان و از علمای حاضر می باشد. قال شيخنا أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله لأنه يدخل الجوف. شیخ ما احمد بن یحیی نجمی الله رحمتش کند گفت زیرا اینکه وی با شکم داخل می شود. بعدا می فرماید که المسألة السابعة والأربعون هل ليلة القدر ليلة بعينها أم أنها تنتقل في العشر الأواخر في رمضان. مسئله 47 سؤال می دهند که آیا شب قدر شب معین است یا که او انتقال میکند در داخلی دهی آخر در ماه رمضان. قال شيخنا أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله، شيخ ما أحمد بن يحيى النجمي الله رحمتش کند فرموده است القول الصحيح فيما يظهر أنها ليلة بعينها، یعنی قول صحیح آیدی که در آنچه که ظاهر می شود معلوم می شود این شبی معین می باشد. اذ لو كانت تنتقل لما كان لقول النبي صلی الله علیه وسلم، زیرا اگر این شبی قدر انتقال می کرد در یک جا نمی استاد نسبتی سخن پیغمبر صلی الله علیه وسلم آنجا گفت است که أريد هذه الليلة، يعني امشب را به من نشان داده شد، یعنی که من در خواب دیدم ثم انسیتها، بعد از من آن را فراموش گردانیده شد. و قد رأیتنی اسجد فی ماء و طین فی صبیحتها، و در خواب میبینم که در داخل آب و لای در پگاهی این شب چی سجده کرده ایستادم. فالتمسوها فی العشر الاواخر، شما آن را جستجو کنید در دهی آخر.
والتمسوها في كل وتر آن را جستجو کنه در هر یعنی که روزهای یکیم شبهای طاق. قال شيخنا رحمه الله يحمل أن الوتر معتبر بما بقي أو معتبر بما مضى، يعني که این را نسبت داده می شود که وتر را اعتبار داده می شود در آن چیزی که باقی مانده است یا که در آن چیزی که گذشته است. ای ما کان لقوله اريد هذه الليلة ثم انسیتها فائده لو كانت منتقلة، یعنی که نسبتی قول پیامبر صلی الله علیه و در این شب یا که این شب مرا شب قدر را نشان داده شد یا که در خواب دیدم، بعد از آن وی را از من فراموش گردانیده شد، یکم فایده نمیشد به گفتنی پیغمبر صلی الله علیه و لو كانت تنتقل یا که منتقله اگر این یعنی انتقال کننده می بود. و علی هذا فالصحیح انها معینه، و در اساس همین صحیح آن است که این شب شبی معین است و انها فی رمضان و این در رمضان است و انها فی العشر الاواخر و این تنها در داخلی دهی آخری رمضان است. هذا ما تقتضیه الادله، این همان است که دلیل ها چی طلب میکنه یا که دلالت میکنن. قال شيخنا رحمه الله اخفاها الله على الناس من اجل ان يجتهدوا في العباده، الله تعالی آن را از مردم پوشانید به خاطری آن که در عبادت ایشان تلاش و کوشش کنند. گفته بعدا می فرماید که المسألة الثامنة والأربعون، مسئله 48، من اراد ان يعتكف العشر الاواخر من رمضان فمتى يدخل معتکفه. مسئله 48، کسی خواهد که دهی آخری رمضان را اعتکاف نشیند، بس کی با اعتکاف نشسته خود داخل می شود. قال شیخنا احمد بن یحیی النجمی رحمه الله، شیخ ما احمد بن یحیی النجمی الله رحمتش کند فرموده است ذهب الجمهور الى ان من اراد ان يعتكف قبل غروب الشمس من يوم العشرين، یعنی جمهور به آن یعنی که به آن رأی هستند که کسی خواهد اعتکاف نشیند پیش از فرو رفتن آفتاب از روزی 20، یعنی که کسی که مثال اعتکاف نشستن خواهد چیکار میکند؟ از همون روزی 20 اعتبارا چیکار میکند؟ پیش از اون که آفتاب فرو رود، یعنی پیش از نماز شام داخل می شود، یعنی بعد عصر. لأن الليالي هي سابقة الأيام ومحسوبة منها، زیرا که شبها آنها گذشته حسابیده می شوند ایامی برای روزها، یعنی که شبها اول می گذرند بعد روزها، و محسوبة منها و مثال گیریم و همون شبها را از روزها حسابیده می شود. و بذلك اخذ فقهاء الفتوى، و به همین یعنی که اخذ کردن فقیهانی که فتوا دادن. و ذهب قوم الى ان المعتكف يدخل معتكفه بعد صلاة الفجر من يوم 21، و دیگر مردم به آنند که اعتکاف نشیننده داخل می شود به اعتکافگاه خود بعد از نماز بامداد از روزی 21، کما فی روایت عایشه، چنانه که در روایت عایشه آمده است فاذا صلى الغداء جاء مكانه الذي اعتكف فيه، وقتی که نماز بامداد میگذارید به جای خود میرفت آنجا که در آنجا اعتکاف می نشست. الا ان تعبیر بی اعتکف، ولی اون معنی که اعتکف گفت الذي هو صيغه الماضي، این صیغه است که زمان گذشته را دلالت میکند. يدل على تأويل من قال ان المراد انه، یعنی این دلالت میکند به تفسیری کسی که گوید که مراد از این سخن
يدخل معتكفه يعني اعتكاف گاهی خود را داخل می شود الذي اعتكف فيه همون جایی که در همون جای اعتکاف میکنه لینفرد به تا اینکه از آنجا چی یعنی الاهیده شود تنها شود فهذه العبارة لا تدل على أن دخوله هذا هو الدخول الأول في الاعتكاف و این عبارت دلالت به آن نمی کند که داخل شدن او با اعتکافگاه خود این یکم مراتبه در اعتکاف داخل شدن را دلالت می کند و فرق بعضهم بین من نوا شهرا و بعضی مردم یعنی بعضی علما جداگی انداختن میان کسی که نیت می کند یک ماه اعتکاف نشستن را و بین من نوا جوما و میان شخصی که یک روز نیت می کند ولی احتمال وارد همه احتمالات چی وارد شدگی هستند قال الشيخ أحمد رحمه الله أقل الاعتكاف يوم أو ليلة كاملة از همه کمترین اعتکاف یک روز است یا که یک شبی پر است المسألة 49 مسألة 49 ما مقدار زكاة الفطر بالصاع وبالكيلوغرام يعني که مقدار زکات فطر با صاع که با کف گوییم و با کیلوگرم چقدر می باشد قال شيخنا أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله شيخ ما أحمد بن يحيى النجمي چنین فرمود زكاة الفطر صاع نبوي من غالب قوت البلد زکات فطر یک صاعی پیغمبر می باشد از بیشتری قوت مردمی همون کشور یعنی مردمی همون کشور غالبا قوتشون از چی عبارت است از یک صاعی پیغمبر داده می شد اما بالکیلوگرم اما وی را اگر حساب کرده شد با کیلوگرم فإن صاع يقدر بكيلوين وربع یعنی یک صاع را با مقداری 2 کیلو و 4.1 کیلو حساب کرده می شود والأحسن عندي أن يدفع الشخص كيلوين ونصفا یعنی در نزد من بهتر آن است که شخص 2.5 کیلو دهد فالقطمة ذات 10 کیلو یعنی که یک لیمچه که 10 کیلویی است کفایت میکند عن 4 اشخاص از نام 4 شخص و بالله توفیق و از الله فرسان و خواهان توفیق می باشیم جا تفسیر میکند که شرح میدهد که قطمه یا کیس صغیر یعنی که خلطه معده را میگویم نه المسألة 50 مسألة 50 هل يشترط في قضاء رمضان أن يكون متتابعا أو يصح أن يكون متفرقا مسألة 50 آیا شرط است در قضای رمضان که قضاگی آن را پای در پای داشته شود یا که درست می شود که جدا جدا قضاگی را دارد الجواب الذي عليه جماهير العلماء من السلف والخلف ومنهم الأئمة الأربعة أن الأفضل أن يقضي ما عليه من صوم رمضان متتابعا تشبيها له بالأداء وإبراء للذمة جواب چنین است همان رأیی که در همان جمهور علما می باشند از گذشتگان و از حاضره و از جمله 4 امام و چنین قول هستند که افضل آن است که آن روزه رمضانی که بالای او مثال گیریم قضاگی آن را بجا آرد افضل آن است که وی را پی در پی قضاگیش دارد همچون مانند به ادا کرده و همچون از ذمه خود ساقط کرده و احتیاطا للدین برای احتیاط دین خود و مسابقتا فی عمل الخیر و همچون یعنی مسابقه و پیشرفت در انجام دادن کار خیر لقوله تعالی بنابر قول الله تعالی آنجا که فرمود وسارعوا الى مغفرة من ربكم و جنة عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین سوره آل عمران 133 خب
یعنی شما به مغفرت از جانب و جانب به اتجاه مغفرتی که از جانب پروردگارتان است و به اتجاه جنتی که پهنای او آسمان و زمین است شتاب کنید که وی را آماده کرده شده است برای تقواداران. لیکن ذلك لیس بواجب، ولی پی هم قضاگیر پی در پی قضاگیر روزه را داشتن واجب نیست، بل لو صامه متفرقا جاز، بلکه اگر مبادا جدا جدا روزه گیرد اجازت است، لقوله تعالی بنابر قول الله تعالی سوره بقره 185 فعدة من ایام اخر، بس به شماری دیگر روزها، یعنی کدام روزی که میسر شود. وقد سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن تقطيع قضاء صوم رمضان فقال ذلك إليك، یعنی که پیغمبر صلی الله علیه وسلم را سوال کردن آیدیم، یعنی که جدا جدا قضاگی را به جا آوردن، یکی قضای روزه رمضان را جدا جدا گرفتن. فقال در جواب گفت که ذلك الیک، یعنی این اختیار به توست. رأیت لو کان علی احدهم دین فقضى درهم و درهمین علم یکن قضا. چی میگویی اگر یک کس برای کسی دیگر قرضدار باشد بس یک درهمی دو درهمی قرضش ادا کند، آیا بس این حساب کرده نمیشد که قرضش را ادا کرده است؟ یعنی که یک درهمی دو درهمی هم دهد، اینم ادا کردنی به جا آوردنی چی میشود؟ قرض میشود. والله احق ان یعفو و یغفر، و الله با لایق‌تر است که عفو کند و آمرزش کند و ببخشد. والحدیث رواه دارقطنی، حدیث را دارقطنی روایت میکند در مجلد 2 در صفحه 194 و قال اسناده حسن الا انه مرسل، گفت است که اسنادش خوب است ولی این حدیثی مرسل است. حدیث مرسل یعنی که از اقسام حدیثی ضعیف می باشد. و قال ابن القیم اسناده حسن، ابن قیم گفت است که اسنادش خوب است. و فی الباب احادیث اخر، در این مسئله در این باب دیگر حدیث هم آمدگی است که یقوی بعضها بعضا، بعضی دیگر رو چی تقویت میدهد. و قال الحافظ ابن حجر فی التلخیص الحبیر، حافظ ابن حجر در کتاب التلخیص الحبیر چنین گفته است: فی الباب عن ابی عبیدة و معاذ بن جبل و انس و ابی هریره و رافع ابن خدیج. در این باب در این مسئله روایت آمده است از ابو عبیده، از معاذ بن جبل و انس بن مالک بن نضر الانصاری و ابو هریره و رافع ابن خدیج. قال شیخنا رحمه الله، شیخ ما شیخ احمدی نجمی گفت است که هذا دلیل على ان قضاء رمضان لا يجب فيه التتابع، این دلیل شده ایستاده است آیدی آن که قضای رمضان واجب نمی شود در وی پی در پی روزه گرفتن. و انما قالوا این حصل تتابع فهو حسن، یعنی فقط این جنده گفته ایستادن علما که اگر مبادا پی هم روزه گیرد این خوبتر است. وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما، ابن عباس يعني عبد الله بن عباس بن عبد المطلب الهاشمي رضي الله عنهما چنین گفت است که لا بأس ان يفرق، با که ندارد یعنی که جدا جدا قضاگی را دارد. علقه البخاری، این را امام بخاری تعلیق کرده است، یعنی که از ابن عباس به اسناد ذکر میکند. و وصله عبد الرزاق و دارقطنی و ابن ابی شیبه و سنده صحیح، و این را پیوسته ذکر کرده است، یعنی که با اسنادش ذکر میکند عبدالرزاق و دارقطنی و ابن ابی شیبه و اسنادش صحیح میباشد. و فی المسألة آثار عن الصحابة تفید ذلك، در آیه این مسئله اثرها آمده است از صحابه ها که افاده آن را میکند. و علی هذا، و در اساس همین، فیکون وقت القضاء موسعا من بعد رمضان الى ما قبل رمضان الثاني، یعنی خلاصه وقتی قضا خلاصه یعنی که وسیع بوده است، آغاز می‌بود از بعد رمضان تا پیش از رمضان دوم می آمدگی، ما عدا ایام العیدین و تشریق، و جز از روزهای عید و روزهای تشریق.
فلا يجوز صومهما روزهای عید و روزهای تشریق را روزه گرفتن جایز نمی باشد الا من لم یجد الهدی مگر کسی که هدی یعنی که حیوانی قربانی میکرده که نیافته باشد در وقت حج فیجوز له صیام ایام تشریقی برای او جایز است روزهای تشریق را روزه گرفتن ولا یجب التتابع و پی در پی روزه گرفتن واجب نمی شود الا فی حالت واحده مگر در یک حالت پی در پی گرفتن واجب می شود و هی اذا لم يبقى من دخول رمضان الثاني الا ايام بقدر التي عليه قضاؤها مگر یعنی که در آمدن رمضان دوم همین مقدار مانده باشد که و همون مقدار یعنی که قضاگی همین مقدار مثلا 10 روز قضاگی دارد رمضان دوم هم 10 روزش ماندگی است در همین حین فحینئذ یتحتم یعنی در این حین 10 روز پی هم روزه گرفتن چی حتمی می باشد ضرور می باشد زیرا که دریافت کند رمضان دوم داخل می شود حتی ینتهی من صومها تا اینکه از روزهش خلاص شود مع نهایت شعبان با تمام شدن ماه شعبان که بعد شعبان رمضان دوم داخل می شود قال شیخنا رحمه الله لقول عائشة رضي الله عنها كان يكون علي الصوم من رمضان فلا أستطيع قضاءه إلا في شعبان بنابر قول عائشة میفرما شیخ احمد گفته سودیان یعنی عایشه مادر ما گفت است که بالای من یعنی که روزه بود روزی رمضان قضاگی بود بس نمیتوانستم آن را قضاگیش به جا آوردن مگر در ماهی شعبان نعم المسألة 51 مسألة 51 هل الشيشة والدخان تعتبر مفسدة للصوم أم لا مسئله 51 آیا شیشه گفته کلیانه میگون به زبانی تاجیکی چلیم میشود آیا چلیم و سیگار تمباکو همچون ویران کنندی روزه آنها را حسابیده میشود یا نه اجاب عن هذه المسألة شيخنا أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله این مسئله شیخ ما احمد بن یحیی النجمی چنین جواب داده گفت الجواب نعم جواب این مسئله آره یعنی که اینها روزه را ویران میکنند اولا لانها من الخبائث یکمین اینها از جمله خبیث ها می باشند چیزهای ناخوش ناپاک و الصوم لا يتلائم مع الخبائث و روزه با همراه خبیث ها راست نمی آید ثانیا ان الدخان الذي يشربه مختارا له جرم دویم یعنی که همان یعنی که سیگاری که وی را به اختیار خود میکشد و دارای جرم میباشد تنه میباشد و یؤثر علیه با خودی سیگارکش چی تأثیر میرساند بحیث انه یرتاح با اون اندازه که راحت میبرد از او و علی هذا و در اساس همین فانه یکون من المفترات از مفترات حسابیده می شود لکونه مقصودا به الارتیاح النفسی و الانتعاش الجسمی یعنی که مقصد از وی را کشیدن چی راحتی نفسی می برد و یعنی که زنده کردن جسم را می خواهد جسمش را می خواهد زنده کنه با فیما یحسبه المولع یعنی که این همون بگمانی خودی یعنی که همون دوستداری همین به هذه الماده الخبيثه و همین ماده گویم خبیث و شمته اشد شمه از این یعنی که با بدتر است و شمته اشد یعنی که با شمه یعنی که دیگر نمودی چیزایی که میکشن که بگیم چلم هم میگویم او را از این میگوید با بدتر میباشد یعنی از سیگار دیدن یعنی که همونی که با دنورشو میدارند مهم
المسألة 52 هل البخور يعتبر مفسدا للصوم أم لا؟ يعني مسألة 52 میفرماید که آیا بخور گفته آن چوبه که را میگوین که اساسا وی میکنه و را دود میکنه برای خوشبویی، آن ویران کنندی روزه میباشد یا نه؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فإذا كانت الأيام التي تعم بها البلوى لابد أن يبينها الرسول صلى الله عليه وسلم بيانا عاما. يعني شيخ الإسلام ابن تيمية میفرماید که وقتی که احکامی که عمومی میباشد به آید آن موافق به طلب، باید که وی را پیامبر صلی الله علیه و آله یکون بیان روشنی انداخته باشند، بیان روشنی پره ولا بد ان تنقل الامه ذلك و باید که امت آن را نقل میکنه. یعنی هر کاری که عمومی باشد مردم را عامتا استفاده میبرند، باید پیامبر صلی الله علیه و آله آیه اون مسئله چیزی گفتگی باشند و مردم باید که نقل کنند. و معلوم ان الكحل و نحوه مما تعم به البلوى كما تعم بالدهن والاغتسال والبخور والطيب. و معلوم است که کحول یعنی که سرمه و مانند این چیزهایی که استعمال آن عمومی گشته است و خیلی که مثال گیریم استعمال چرب کردن و آبازی کردن و بخور و خوشبویی کردن، اینها هم مشهور بودن در زمان پیغمبر صلی الله علیه و آله. فلو کان هذا مما یفتر او یفتر لبینه النبی صلی الله علیه و آله. اگر همین چیزهایی در بالا ذکر شدن از جمله چیزهایی می شدن که مثال گیریم روزه و حرام می شد به استعمال اینها، البته پیغمبر صلی الله علیه و آله بیان روشنی می انداخت که ما بیان الافطار بغیر هیچ خیلی که روزه را و حرام کردنش و بغیر از اینها بیان روشنی انداخته است. فلما لم يبين ذلك علم انه من جنس الطيب والبخور والدهن. وقتی که یعنی مدامی که پیغمبر صلی الله علیه و آله بیان روشنی نه انداخته است، معلوم است که این هم از جنسی خوشبویی و از جنسی بخور و از جنسی چرب کردن می باشد. فالبخور يتصاعد الى الانف، یعنی بخور یعنی دودی همون چوبک چه برآمده و بین می رسد و یدخل فی الدماغ و داخل دماغ در می دود و یعنی عقید و اجساما، یعنی که جسم می شود، یعنی که مثلا تندار می شود. و دهن یتشرب البدن و چرب را باشد بدن به خود می کشد و یدخل الى داخله و داخل بدن داخل می شد و یتقوی به الانسان و انسان قوت می گیرد و كذلك یتقوی بالطیب قوتا جیده، همچنین با خوشبویی ها قوتی خوب را چی قوت دار می شود شخصی که خودش خوشحال می کنه با چیزی خوشبوی. فلما لم ينهى الصائم عن ذلك دل على جواز تطيبه وتبخره ودهانه وكذلك اكتحاله. مادامی که شخصی روزدار را از این کارهای در بالا ذکر شده منع کردن نشده است، دلالت میکند که جایز بوده است خوشبویی کردنش و همون چوبک را دور کردن و چرب کردن و همچنین سرمه کشیدن. در مجموعه فتاوا آمده است، مجلد 25 صفحه 241 تا 242. وقال شيخنا أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله عندما سئل عن البخور هل هو مفسد للصوم أم لا. شيخ ما أحمد بن يحيى النجمي سؤال کردن که وقتی که سوال کردن بخور یعنی که همون چوبچه‌ای که ورا دود میکنن آیا وی حرام کننده روزه است یا نه؟ فاجاب رحمه الله، در جواب الله رحمتش کند چون گفت که الجواب لا، گفت که نه، لانه كسائر الدخان الذي يحصل للانسان، یعنی این مانند دیگر دودهای می باشد که روی می‌دهد برای انسان ان یستنشقه و را نفس میکشد بدون قصد، یعنی که با غیر قصد، یعنی که نه از روی قصد. وقد كنا نساء الصحابه وكنا نساء الصحابه يعالجن الطبخ، واقعا یعنی که زنهای صحابه ها طعام تیار میکردن ولا بد يحصل فيه من الدخان
و حتما لابد بود که یعنی که باید که از اون وقتی طعام تیار کردن دود پیدا شود ما يحصل چیزی که ولم ينههن النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك و ایها را پیغمبر صلی الله علیه وسلم از این منع نمیکرد ولو نهاهن صلوات الله وسلامه عليه لكان في ذلك تحريج على الامه اگر پیغمبر صلی الله علیه وسلم ایشان را منع میکرد در این منع کردن برای امت یک حرج میشه یک مشکلی و مشقتی میافتید اما ما سبق ان الدخان الذي هو السيجاره او الشيشه او الغلیون اما اون چیزی که اون دوده که گفته گذاشتیم که از سیگار می باشد یا که از شیشه از چلیم می باشد یا که از غلیون می باشد چوبوک میگونه چوبوک یا که مثلا گریم تربکش میگوین یا که نی تماکوکش نی که در داخلش تماکو میاندازن با میکشن اما اینها باشه انه مفسد للصوم اینها روزه را ویران میکنند فلذلك انه من الخبائث و همین خاطر است که اینها از چیزهای خبیثند کما قلنا خیلی که پیشتر گفتیم ولانه مطلوب للانتعاش الجسمی چون که اینها مطلوب هستند یعنی اینا رو درخواست میکنن به خاطر یعنی که زنده کردن جسمشان فلذلك كان مفطرا از همین خاطر این از جمله مفطرات می باشه یعنی که روزه را ویران میکنه کسی کند افطار کردگی میشود نكتفي وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا والحمد لله رب العالمين